اون داستان اون غلام به شما گفتم که از کنار مسجدی با مالکش میگذشت. اون غلام سیاه پوست اجازه خواست که اجازه بفرما سرورم، من لحظاتی برم در مسجد خانه خدا. گفت برو ولی دیر نکن. اون مالکش بیرون در ایستاد. این غلام دیگه وقتی وارد مسجد شد فکر کرد که تو بهشته. وقتی که وارد راز و نیاز و با رب العالمین شد از خود بی خود شد. اون اربابش از بیرون صداش زد ای غلام زود باش بیا، خیلی دیر کردی، چرا نمیایید؟ این غلام از داخل مسجد صدا زد ارباب نمیگذارن من بیام، اجازه نمیدن من بیام. گفت مالک تو منم. کی اجازه نمیده؟ گفت همون کسی که به تو اجازه نمیده پا تو خونش بذارید. به من اجازه نمیده که بیام بیرون. اون مالک دل منه. احد بلال یادتونه؟